تنفروشی غزال نایت در دبی، رسوایی عجیب غزال نایت و پیدا شدن عاشقان عربی غزال نایت در دبی. غزال نایت به چی دلیل رفت آمدهای بیشماری به کشور دبی داشته است و افشای حقایق تازه غزال نایت بارج آرایش. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. غزال نایت هنرمند خوش صدا، ناماشنا، محبوب دلهای افغانها و یکی از هنرمندان با استعداد و توانای کشور است که در مدت بسیار کوتاه در سن نوجوانی در میان هنرمندان افغانستان شهرت و محبوبیت خاص هنری پیدا کرد. غزال نایت یک دهه قبل با آنکه همسر رجارایش یکی از هنرمندان محبوب و ناماشنای کشور بود، کارهای هنری خود را به طور پنهانی با استاد نظیر خارا آغاز کرد و توانست در آن زمان با سرودن آهنگهای دوگانه با نظیر خارا به اوج شهرت هنری برسد. غزال نایت با خانواده‌اش به کشور کانادا رفت و بعد از رفتنش به کشور کانادا و سرودن آهنگهای دوگانه با قیسول فیره خود را نیز برای علاقمندان و طرفدارانش نشان داد. غزال نایت کنسرت‌های مختلف همه ساله برای علاقمندانش در سرتاسر کشور و خارج از افغانستان برگزار می‌کرد، اما بعد از روی کار آمدن قدرت طالبان غزال نایت دیگر به افغانستان سفر نکرد. وی سفرهای متعددی به کشور دبی داشته است و در آنجا در محافل افغانها اشتراک می کند و آهنگهایی برای طرفداران و علاقمندانش می سراید. جدیداً تصاویر بدور از تصور غزال نایت در صفحات مجازی درز کرده است که کاملا برهنه و در یک حالتی که اصلا شایسته یک زن افغان نیست در صفحات مجازی نشر شده است، ولی غزال نایت تاکنون در این باره ابراز نظر نکرده است. ولی من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای غزال نایت از بارگاه عزتمندان آرزو دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان غزال نایت به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درود دیگر، بدرود.